بگو آیا آنهایی را که به خدا شریک می آوردید و به ایشان جز خدا نیایش می کردید دیدید؟ به من نشان دهید که چی چیز از چیزهای روی زمین را آفریده اند، یا چی شرکتی در آسمان ها دارند. یا به ایشان کتابی دادیم و آنها از این کتاب بر این دعوی خود دلیل دارند. بلکه واقعیت این است که ستمگاران یکدیگر را جز به فریب و وعده نمی دهند. بیگمان خدا آسمان ها و زمین را نگه می دارد از اینکه از جای خود زائل شوند، و اگر زائل شوند بعد از آن هیچ کس آنها را نگه نمی دارد، حقا که او صاحب حلم و آمرزگار است. با سخت‌ترین سوگندهای خود به خدا سوگند یاد می کنند که اگر برای ایشان بیم دهنده آمد، واقعا از هر یک از اقوام دیگر رهیابتر خواهند شد. اما چون بیم دهنده به ایشان آمد، جز به نفرتشان نیفزود. برای سرکشی بر زمین و دسیسه زشت، ولی دسیسه زشت جز به اهل آن دسیسه آسیب نمی رساند. آیا ایشان جز همان سنت پیشینیان را که مطابق به آن به عذابهای دردناک مبتلا شدند انتظار می کشند؟ پس برای سنت خدا تبدیلی نمیابی و برای سنت خدا تغییر نمیابی. آیا در زمین سفر نکردند تا می دیدند آنانی که پیش از ایشان بودند به چی سرنوشتی گرفتار شدند، با آنکه آنها نسبت به اینان نیرو و توانایی بیشتری داشتند؟ آری هیچ چیزی در آسمان ها و زمین مانع اراده خداوند شدن نمی تواند. بیگمان خداوند دانا و تواناست.